بنده در سال 1324 یا 25 قمری متولد شد در تبریز. اون وقت در قنداق بودم که انقلاب بود و اینها تبریز. رفتیم بردن منو ده. بیشتر من رشد اولین بچگیم در ده بودم. خوشگناب و همون حیدر بابا کو. وقتی 14 سالم تمام شد، اول 1300 شمسی رفتیم تهران. با پسرمون رفتم. یه رفیقی هم داشتم به نام سید ابوالحسن خان شیوا که بعد او هم شهریار شد. من تبریز که بودم بهجت تخلص میکردم. اولین شعرم هم که شنفتید، اولین شعرم فارسی این بود که من گناهکار شدم وای به من، مردم آزار شدم وای به من. وقتی تهران رفتیم، وقت مرحوم شهریارم آمده بود، اونم هم سن من بود، درست از بچگی با هم صحبت کردیم که این اسم تخلص رو عوض کنیم و فکر کردیم چیکار کنیم. گفتیم از حافظ بگیم، از خواجه، با اون حرف معمولیش که میگن ای خواجه. یک فالم تو پرش ولازینم گفتیم و باز کردیم. این غزل آمد که سحر چون خسرو خاور علم در کوه ساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد، که بیت آخرش این است که چه دوام اون رو مال او بخواه از لطف حق ها. دوباره باز کردیم. این سفر این غزل آمد که مثلش این است که روم به شهر خود و شهریار خود باشم. حتی این آخری آمدن تبریزم رو هم پیشگویی کرد. به سال 1300 هجری شمسی، شهریار پس از پایان دوره اول متوسطه در مدارس متحده و فیوزات تبریز به تهران رفت و در مدرسه دارالفنون دوره دوم تحصیلات خود را پی گرفت و سپس به تحصیلات عالیه پرداخت. 5 سال از مدرسه عالیه طب را پشت سر گذاشته بود که به دنبال یک ماجرای شورانگیز عاطفی تحصیل را ناتمام گذاشت و از تهران خارج شد. تا سال 1314 در خراسان بود و بعد از فوت پدر در سال 1316 به تبریز رفت و ماندگار شد. در سال 1300 برای مدت کوتاهی وارد مدرسه طالبیه تبریز شده و به تحصیل پرداخت و به هنگام اقامت در خراسان در منزل کمال الملک زندگی میکرد و در سال 1308 اولین کتاب شعرش منتشر شد. Heydər baba, ildırımlar şaxanda, seller sular şaqqıldayıb axanda, qızlar ona səf bağlayıb baxanda, salam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin dilizə. Heydər baba, kəhliklərin
uçanda, kol dibinden doğuşan kalkıp kaçanda, bahçelerin çiçeklenip açanda, bizden de bir mümkün olsa yad eder, açılmayan yürekleri şad eder. Bayram yeli çardakları yıkanda, Novruz gülü kar çiçeği çıkanda, ağ bulutlar köyneklerin sıkanda, bizden de bir yad eleyen sağ olsun. Dertlerimiz koy dik kalsın, sağ ol. Heydər baba, gün dalığı dağlasın, yüzün gülsün, bulakların ağlasın, uşakların bir dəstə gül bağlasın, yel gələndə ver gətirsin bu yana, bəlkə mənim yatmış bəxtim o yana. Heydər baba, sənin yüzün ağ olsun, dört bir yanın qulaq olsun, bağ olsun. Bizden sonra senin başın sağ olsun. Dünya gaza kadar ölüm ikindi. Dünya boyu oğulsuzdu, yetimdi. Heydər baba, yolum senden kac oldu. Ömrüm keçti, gelemedim, gec oldu. Hiç bilmedin. شب چراغ خلوت شب زنده دارانم چو شمع، شب چراغ خلوت شب زنده دارانم چو شمع، و از شب آویزان و از اختر شمارانم چو شمع. هر که بختش یار پیش پای خود بیند مرا، مثل کراکت مثل ماه. هر که بختش یار پیش پای خود بیند مرا، اختری در اختیار بختیارانم چو شمع. هم چراغ محفل چادر نشینانم چو ماه، هم نشان منزل محمل سوارانم چو شمع. مرهم زخم و گزند خارزارانم چو گل، محرم راز درون رازدارانم چو شمع. گوهر اشکم به دامن چون عروس بی جهیز. دخترهای دهاتی که عروس میرن وقتی جهاز ندارن گوهر اشکم به دامن چون عروس بی جهیز، با فقیران هر شب از گوهر نثارانم چو شمع. فقرا هم که شمع روشن میکنم. آرزوها سوخته پروانه‌وارم پیش پا، من به اشک و آهشون از سوگوارانم چو شمع. آرزوها سوخته پروانه‌وارم پیش پا، من به اشک و آهشون از سوگوارانم چو شمع. گرچه میگویند بالای سیاهی رنگ نیست، من به زنگار شب از زرد نگارانم چو شمع. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استاد جایگاه ویژه دیگری در دلهای مردم پیدا کرد. در سوی شهیدان اشک از دیده بر گونه ملتهب جاری ساخته، در رسای عزیزان از دست رفته سینه دریده جامه حزن پاره می ساخت و به عزا می نشست. در طول 8 سال دفاع مقدس، استاد نیز سلاح قلم بر کف گرفته و در سنگری دیگر جبهه نبردی با کفر جهانی باز کرده و رزمی جانانه با کینجویان و نامحرمان حریم حرم حرمت آغازید. او گرچه غریب بود و تنها در خانه تنهایش، لیکن
دل امتی سلحشور را به همراه داشت. شهریار شاعری بود که عارف عامی دوستش داشتند. کمتر شاعری از چنین موهبتی برخوردار بوده است که در زمان حیاتش به چنین شهرت و محبوبیتی رسیده باشد. در شعر او چه رمز و رازی است که این گونه همه‌گیر شده و هر گروه و طبقه در هر سن و سالی چنین با شوق و ذوق شعر او را می‌خوانند و به خاطر می‌سپارند. شهریار شاعری غزلسرا بود. مهمترین ارزش غزل استاد در ایجاد ارتباط سخت عاطفی با خوانندگان شعر است و سادگی شیوه مخصوص او در غزلسرایی است. خصوصیت دیگر شعر استاد نوگرایی و ابداع او در ترسیم تابلوهای شاعرانه است. سومین خصوصیت شعریش که بیشتر از نبوغ و شخصیت فکری او مایه می‌گیرد شناخت شعری اوست و بالاخره آشنایی عمیقش با موسیقی ایرانی خصوصیت دیگر اشعار استاد شهریار است. به پاس جاودانگی شهریار در شعر و ادب ایران به سال 1363 کنگره شعر و ادب به منظور تجلیل از مقام استاد با حضور جمع کثیری از هنرمندان و شعرا در تبریز برگزار شد که استاد با دلی مالامال از عشق به مردم و دیده‌ای گریان در آن مجلس حضور یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. چون نفس ندارن از صحبت کردن معافم بدارم. فقط اکتفا میکنم به خواندن شعر، چون جلسه شعراست. انشاءالله صحبت باشه برای بنده منزل، اشخاصی که از خارج تشریف آوردن چند دقیقه سرافرازم کنن، منزل براشون صحبتم میکنم. چون من حالا در سن سالی هستم که موعظه‌ام بهتر از شعرم، اما دیگه حالا نفس این ندارم که شعری دیشب برای همین مناسبت تجلیل نوشتم، چون دیگه قصید سرایی حالش نداشتم. غزل تجلیل تحمیلی. از ما چه جای جلوه که تجلیل میکنن، از ما چه جای جلوه که تجلیل میکنن، تا با کدام تجزیه تحلیل میکنن، تا با کدام تجزیه تحلیل میکنن.
نقصی مگر مجادله های گذشته داشت. میدونی که با من خیلی مجادله کرده. نقصی، نقصی مگر مجادله های گذشته داشت، کاکنونش از مجامله تکمیل میکنند. یک روز پیل مورچه کردند زیر پای، و امروز نیز مورچه را پیل میکنند. یک روز پیل مورچه کردند زیر پای، و امروز نیز مورچه را پیل میکنند. قصه هابیل و قابیل رو داره دیگه. قابیل زد هابیل رو کشت، بعد اون وقت خداوند معذبش کرد، ممتحنش کرد. دو چشم همیشه جلوش میدید که به او خیره خیره نگاه میکنن. دیوانه شد، زمین رو کند و قبری برای خودش ساخت و رفت اونجا قائم شد، دید اونجا هم هست. میگم هابیل را چه کار که چشم ندامتی مأمور دیده بانی قابیل میکنن. هابیل را چه کار که چشم ندامتی مأمور دیده بانی قابیل میکنن. در طبس دیدید که چه معجزه شد، معجزه اصحاب فیل. اصحاب فیل دیده و سجیل در طبس، پروای تور و طیر ابابیل میکنند. اصحاب فیل دیده و سجیل در طبس، پروای تور و طیر ابابیل میکنند. با آدم ابوالبشر انگار در سجود، عز ملک عزای عزازیل میکنند. عز ملک عزای عزازیل میکنند. نقشین شاعران که به تذهیب زرنگار، نقشین شاعران که به تذهیب زرنگار، کلک هنر به شاخ گل اکلیل می کنند. کلک هنر به شاخ گل اکلیل می کنند. تصویر بیکرانه مگر می توان کشید؟ تصویر بیکرانه مگر میتوان کشید؟ تمثال بیمثال به تمثیل میکنند. سودای او به صبر دهد سود جاودان، سودای او به صبر دهد سود جاودان. سوداگران عاجله تعجیل میکنند. عاجله یعنی دنیا، همین دنیا. سودای او به صبر دهد سود جاودان، سوداگران عاجله تعجیل میکنند. تنزیل آسمانی قرآن برات ماست، تنزیل آسمانی قرآن برات ماست. قومی برات مظلمه تنزیل میکنند. گر درس دین به مکتب دنیای ما نبود، وای محصلین که چه تحصیل میکنند. گر درس دین به مکتب دنیای ما نبود، وای محصلین که چه تحصیل میکنند. تبدیل اگر به عدل کنی بی عدالتی، هم بی تعادلی است که تعدیل میکنند. نابرابری هم درست میشه. از سال نو اصطلاح دیگه، سال نو رو تحویل میکنن.
از کهنه ام تحول 80 سالگیست، تا سال نو چه تحفه که تحویل می. از کهنه ام تحول 80 سالگیست، تا سال نو چه تحفه که تحویل می کنم. بفکن کلنگ قهر رو بیا آشتی کنیم، بفکن کلنگ قهر رو بیا آشتی کنیم. اصلاح بال باغچه با بیل می کنند، اصلاح بال باغچه با بیل می کنند. نوروز ما جهانی و جمهور رهروان، از رهبری جلیل که تجلیل می کند. اللهم صل. نوروز ما جهانی و جمهور رهروان، از رهبری جلیل که تجلیل می کند. بگذار حجره گاه بیا جلسه شهریار، بگذار حجره گاه بیا جلسه شهریار. آدینه درس و مدرسه تعطیل می کند. دریغا که سالهای جوانی از دست رفته بود. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. سلامت همه آفاق در سلامت توست. هیچ آرز شخص تو من خوب راهش که همه باید شطرش که به در هر خانه ای میخوام علاجیش باید رفت. خوش رو به حال اونایی که با اعمال صالح میره، خدا بار از اونها حساب من چاری دیگه. ما آرزو میکنیم که 100 سالگی شما رو جشن بگیریم انشالله و به زودی شفای عاجل پیدا بکنیم انشالله. با خداست دیگه، خدا بخواد همه کار میشه، نخواد هیچ کار نمیشه. هنوز لبهایش تشنه شعرهای نسروده بسیاری بود. میل به زندگی همانند هر انسان عاشق حیات در چشمانش جلوه‌گر بود، لیکن عیان بود که شمع جانش رو به خاموشی است. تو الان که در بستر یک نقاهت جزئی هستید و انشالله که تا عصر همین امروز به بستر عافیت میشینید، چه آرزویی دارید، چه حرفی دارید، چه فرمایشی؟ آرزو فقط خوب بودن، خوب رفتن، خوب زندگی کردن، خوب مردن، خوب ماندن، خوب مردن. شهادت این هست الذین آمنوا و عملوا الصالحات. تسلیم به خدا شدن، تسلیم شو که حرف خدا میتوان شنید. تسلیم شو که حرف قضا میتوان شنید. حرف قضا به سمع رضا میتوان شنید. اگر آدم این سعادت رو داشت که تسلیم قضای الهی شد، خوشبخت و الا بیچاره.
و سرانجام روز 27 شهریور ماه 1367 با همان عشق سوزانی که در دل داشت از زندان تن رها شد و به سوی معبود خود پر کشید و دور از حیدر بابا، خشکناک، قشق، قورشاق و شنگل‌آباد روی تخت بیمارستان مهر در تهران چشم از جهان فرو بست. در گذشت استاد شهریار آخرین بازمانده از سلاله شاعران بزرگ پارسی زبان، علی‌رغم 80 و اندی سال حیات پربار بسی نابهنگام بود که جوانان شعردوست و هنرشناس ایران لب تحسر به دندان تأسف می‌گزند. حضرت استاد اجل شهریار سخن و قدرسرای بزرگ معاصر و اثار، استاد سید محمد حسین شهریار، به نظر بنده از آخرین حلقه سلسله الذهبی هستند که از آغازش از رودکی در ایران باید بگوییم شروع می شود و در پایان که از سرفرازترین قله های اون همین استاد مینو جایگاه شادروان استاد سخن شهریار در غزل سرایی به خصوص کسی است که میتوان گفت از میان چند تن که در طول تاریخ غزل فارسی بتوانیم نام ببریم یکی از برجسته ترین آنهاست. متاسفانه شخص من به زبان آذری احاطه ادبی ندارم، ولی از طریق منقدین بزرگ دنیا و داخل میدانم که حیدر بابای السلام ایشون یکی از شاهکارهای بزرگ بشری است، نه تنها برای کشور ما بلکه از شاهکارهای جاودانی است که میتوان گفت مثل یک قمر روشن مدار تا مدار در آسمان ادب ایران خواهد درخشید. اگر ممکن است در مورد اثرات و نفوذ کلام منظوم استاد در بین سایر ملل در این باره هم بفرمایید. عرض کنم که در بین سایر ملل خب اینها باید وارسی بشه. استاد بیش از حدود 83 سال عمر با برکت از خدا یافته بودند که بدون مبالغه حدود 65 سال این با همراه بوده است با خلاقیت ادبی، که این خلاقیت ادبی به دلیل اینکه ایشون به خصوص هم در زبان آذری آثاری خلق کردند و هم در زبان فارسی و در هر دو هم به حد استادی و غیر از استادی مسئله گفت بنده طلعت آنیم که آنی دارد. استاد شهریار سخنشون آنی داره که ویلا استادهای دانشگاه برخی هستن که خیلی هم خوب غزل میگن مثلا، یا قطعه میگن یا قصیده میگن. اون آنی که باید، یعنی در واقع جوششی که باید باشه اون درش نیست. شعر داره دو قسمت کاملا متفاوته، یکی بخش جوشیدنی و یکی بخش کوشیدنی. استاد شهریار بخش جوشیدنی شعرشون پا به پای بخش کوشیدنی با هم پیش میرد. این تأثیر رو و تأثیر رو تأثیرات به خصوص ایشون رو در جوامع دیگر بشری، من در حوزه های فرهنگی دیگر بنده به خصوص از جهت این که در حوزه زبان آذری خودم متاسفانه اطلاعی ندارم، هرچه بگویم مستند نیست، ولی از طریق ایران شناس ها که من کم و بیش آشنایی دارم میدانم که بسیار نفوذ داشتند به خصوص در آسیای میانه و در آسیای صغیر.
و آل محمد. ای جلوه جلال و جمال خدا علی، ای جلوه جلال و جمال خدا علی، و از هر چه جز خدا به جلالت جدا علی، و از هر چه جز خدا به جلالت جدا علی. در تو جمالی از ابدیت نمودند، در تو جمالی از ابدیت نمودند، ای آبگینه ابدیت نما علی، ای آبگینه ابدیت نما. با انبیا به سر و علن نصرتت قضاست. خودش میفرماد که با همه انبیا بودم به سر و خاتم الانبیا هستم به علن. با انبیا به سر و علن نصرتت قضاست، یا مظهر العجائب یا مرتضی. همای رحمت، علی همای رحمت، تو چه آیتی
خدا را به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را نه بشر توانمش گفت، نه خدا توانمش خواند. متحیرم چنانم شه ملک فتارا، برو ای گدای مسکین، برو ای گدای مسکین، در خانه علی زن، چه نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا، به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. ز نوای مرغ یا هست بشنو که در نسیم گاهی غم دل به دوست تو گفتن، چه خوش است شهریارا. غم دل به دوست تو گفتن، چه خوش است شهریارا. دلی که با تو شبی مونس و معانس شد، دلی که با تو شبی مونس و معانس شد، چراغ صد شبه و زینت مجالس شد، چراغ صد شبه و زینت مجالس شد. ستاره خیره شود با شکفتن خورشید، ستاره خیره شود با شکفتن خورشید، چنان که عشق درخشید و عقل بی‌حس شد. یتیم عشق معلم ندیده بود هنوز که نامزد به مدیریت مدارس شد. نخوانده درس الفبا به مکتب طفلان، به صدر حوزه اشراقیان مدرس شد. به مسگران خود آن کیمیاگری آموخت که زرگران جهان زرنابشان مس شد. به مسگران خود آن کیمیاگری آموخت که زرگران جهان زرنابشان مس شد. حالا باید به اوصیا هم اشاره بشه. چو آفتاب به هر دورش از 12 برج، ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد. ای آسمان، از غم هجر یار چه بگویم که فانوس به دست می گردم تا خبری از گم شده‌ام یابم. به کدام این سکوت فرو رفته آن چشم همیشه بیدار؟ به کدام کوچه است خانه یار؟
بوی آشنایی نمی شنوم. معبودا، خبر از یار گم شده داری؟ دوش به خانه مهمانیت شتافت با سبدی از گل سپید یاس. زمین در سوی گلی است، سیاه بر تن نمی کنی؟ این شهر من است، با تمام تاریخش، با همه عاشقانش، عارفانش، با همامش، قطرانش، خاقانی و شمسش، با یادهایش، یارانش، عزیزانش، با ارک سرفرازش که سر بر آستان آسمان نیلگون عشق می‌ساید، و مسجد کبودش که نشان از رنگ و نیرنگ و پایداری و دیانت دارد. اینجا در این کوچه یادی داشتم و یاری که هر آن به دیداری غبار از دل می زدود. Kaldım. Böyle başıma dolandım. Necə mən səni itirdim, da sənin tayın tapılmaz. Sən ölən gün əmmə gəldin, məni götdü ayrı kəndə. Mən uşaq nə anlayaydım. Başımı qatıb uşaqlar, neçə gün mən orada qaldım. Qayıdıb gələndə baxdım, yerimi yığışdırıblar. Nə özün və nə yerin var. Xanı xan nənəm soruşdum. Dedilər ki, xan nənənim aparıbla Kərbəlaya ki, şəfasını oradan alsın. Səfəri uzun səfəndir. Səfəri uzun səfərdir. Bir-iki il çəkər gəlincə. Necə ağlaram yanıqdır. Neçə gün elə çığırdım ki, səsim sinəm tutuldu. O mən olmasam yanında özü heç yerə gedəməz. Bu səfər nə olubdur, mənsiz özü tək qoyub gedibdir. Hamıdan acıq edərkən hamıya acıqlı baxdım. Sonra başladım ki, mən də gedirəm onun dalınca. Dedilər səninki tezdir. İmamın məzarı üstə uşağı aparmaq olmaz. Sən oxu Quranı tez çıx. Sən onu çıxınca bəlkə gələ xannənə səfər. Tələsik ravanlamaqda, tələsik ravanlamaqda oxuyub Quranı çıxdım ki, yazım sənə gəl indi, daha çıxmışam Quranı. Mənə sovqat al gələndə. Amma hər kağız yazanda ağamın gözü dolardı.
Sendeki gelip çıkmadın. Niçe il bu intizarla günü haftani sanardım. Ta yavaş yavaş göz açtım, anladım ki sen ölüpsen. و حال من در کدامین خانه بکوبم و سراغ شهریارم را بگیرم، به کدام کوچه پا نهم، در کدام کوچه باغ از کنار دیوارهای کاهگلیش بگذرم و بپرسم که پیر راهم کو. با حمد و ثنای الهی و صلوات انبیا و صلوات امام زمان علیه السلام که امروز روز میلادشون، میلاد مسعودشون، و درود رهبر کبیر و عموم مسلمان های دنیا، به خصوص شهدا و رزمندگان ما. شعریست به مناسبت نیمه شعبان، تیترش هم نیمه شعبان. عجب میلاد مسعودیست با این نیمه شعبان، عجب میلاد مسعودیست با این نیمه شعبان، که هم با کشتی نوح هست و هم با ورطه طوفان. یعنی مجرمین رو هلاک میکنه و صالحین رو نجات میده، که هم با کشتی نوح هست و هم با ورطه طوفان. چه میلادیست گویی انفجار کوره خورشید، که ما مؤمن همه نور است و با کافر همه نیران. نیران جمع ناره، آتش. که با مؤمن همه نور است و با کافر همه نیران. چه میلادی که جبران می کند هر جا شکست دین، چه میلادی که با هر چه غرامت می دهد تاوان. همیشه تا کنون میلاد او تنها تذکر بود، نبود اون امت آماده با اون عهد و اون پیمان. چنین ملتی نبود تا حالا. در این 1000 سال بعد از مولا دیگه چنین امتی پیدا نشد. ولی امسال میلاد از ظهورش میدهد مژده، ولی امسال میلاد از ظهورش میدهد مژده، که امت در جهاد راه دین جان میکند افشان. حالا دیگه حضرت بهانه‌ای نداره برای غیبت، خدا هم بهانه نداره برای اجازه دادن، چون امت هست. وقتی امت هست امام مجبور است. به طوری که اول نبود، مولا علی 25 سال خانه نشین شده، اون وقتی آمدن ریختن مجبور شد کنند. ولی امسال میلاد از ظهورش میدهد مژده، که امت در جهاد راه دین جان میکند افشان. و هر دم میدمد در گوش دلها سور اسرافیل. اون سور اسرافیل که موعوده، نه اینکه واقعا کسی رو خواهیم دید که داره مثلا بوق میدمه. سور اسرافیل همه حالاست که میبینید مرده ها زنده میشن. سور اسرافیل مال خداست، در گوش دل هاست. و هر دم میدمد در گوش دل ها سور اسرافیل، که برمیخیزد از خواب قرون اموات در هر آن دائما. شفق خون شهیدان بود و فجری چون خمینی زاد، به فجری که از خدا خورشید مهدی می شود تابان. دنبال فجر خورشید. به پایان می رسد حشر مکذب. 2 محشر داریم، محشر صغرا، محشر کبرا. اول بعدها شیاطین محشر میکنن، یعنی جمع میشن، متحد میشن. و بعد از اون 1000 سال بعدش میشه
محشر کبرا که حالا صالحین جمع میشن وحدت پیدا. به پایان میرسد حشر مکذب. در قرآن هست که یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیات الله. اول مکذبین حشر میکنه، یعنی جمع میشن با که شد. حالا اواخرشه. به پایان میرسد حشر مکذب، اون چه قرآن گفت که نامش محشر صغراست، در افواه و در اذهان. هزارش سال بود این محشر صغرا و این طاغوت به جان خود خرید و نار جاویدان به این طغیان. بایستی که اونایی که عذاب جاویدان دارن مستحقش بشه. این است که در آخر خدا مهلت میده، اینا قوت پیدا میکنن، هر چه میتونن میکنن جنایت. که چرا؟ برای اینکه مستحق آتش جاویدان بشن. صالحین هم منتهای عذاب رو بایستی میدیدن که دیدن، برای اینکه مستحق رفاه جاویدان باشن. خدا حکیمه، همه کارش از روی حکمته. هزارش سال بود این محشر صغرا بود، یعنی بعد از مولا علی تا حالا 1000 خورده. هزارش سال بود این محشر صغرا بود این طاغوت طغیان کنندگان به جان خود خرید و نار جاویدان بدین طغیان. شروع محشر کبرا و حشر صالحان با ماست. حالا از امام خمینی به این طرف محشر کبرا شروع میکنه، یعنی حشری که مال صالحان است. شروع محشر کبرا و حشر صالحان با ماست که دارد محشر صغرا دیگر طی می کند پایان. یا به شنفتید که معصومین برمیگردند. خدا هم میگه که جنگ میکنید در نزد خدا آخرین جنگ. خلاص یا به جمله، یا یعنی بازگشت، یا به جمله معصومین و مغضوبین به حشر ماست. همه ائمه با اون خلفای اموی و عباسی برمیگردند. یا به جمله معصومین و مغضوبین به حشر ماست که جنگش را خدا خوانده است عند الله در قرآن. ثم یختصمون عند الله در حشر. اینک میتون و اینهم میتون ثم انکم تختصمون یوم القیامت عند الله. منظور این که جنگش را خدا خوانده است عند الله در قرآن. خدا در گوش دلها میدمد اون سور اسرافیل که احیا میشوند اموات با هر نفخه رحمان. زبان شمع داری شهریارا، فتنه روشن کن. تشابه فتنه باشد در کلام خالق سبحان. قرآن آیات محکمات داره، متشابهات داره. در متشابهات معانی دیگه لا تعد و لا تحصی تا آخر زمان تعبیرش میاد، از که تمام شدن نداره. زبان شمع داری شهریارا، فتنه روشن کن. تشابه فتنه باشد در کلام خالق سبحان. یعنی واضح نگفتند، یعنی واضحش این است.